سلام، صدا و تصویر منو داری؟ سلام آقای دکتر. بله، صدا تصویر سلام، بله. هست. من یه لحظه شیر کنم محتوامو. فقط اگر امکانش هست با توجه به تأخیری که پیش اومدش ممنون میشم توی 20 دقیقه سخنرانیتون باشه، پرسش و پاسخ نداشته باشید. پرسش و پاسخ که نمیرسیم، ولی میگیم انشالله که اگر شد نیم ساعت هم گفته باشیم انشالله گفتیم. خب من یه لحظه. قبل از اینکه حالا شما شروع کنیم ما عنوانتون رو بگیم. بفهم. Why we die when we are alone, suicide, social isolation and the brain عنوانشون هستش. قرار راجع به این موضوع صحبت کنم. خب الان من اسکرین رو دارین؟ بله. خب بسیاری مرسی، خیلی ممنونم. خب سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه قبل اینکه اصلا هر کاری بکنم یه عذرخواهی کنم بابت تاخیر. ما فکر کردیم چون برنامه قرار بود که یه مقدار با تاخیر تایمم برسه، حواسم نبود دیگه، یه مقدار تا کانکت شدم طول کشید. خب امیدوارم که تا اینجای کار سخنرانی ها رو استفاده لازم ازش برده باشین، چون واقعا فوق العاده بود. من خودم نرسیدم همشو ببینم، ولی بعضیش که دیدم واقعا عالی بود. یعنی افراد فوق العاده اینجا بودن که اول از همه با تشکر کنم از تیمی که زحمت کشیدن این برنامه رو تدارک دیدن، که واقعا کار سنگینی بود تا جایی که حالا من در جریان بودم، ولی بچه تونستم به بهترین شکل حالا برنامه‌ریزی رو انجام بدم. خب من علیرضا نوری هستم، پزشک هستم، هم بنیانگذار مدرسه علوم اعصاب اجتماعی و به عنوان پژوهشگرم توی مرکز ملی مغز فعال هستم. صحبتی که ما امروز می‌خوایم داشته باشیم، یه بار دیگه من خودم بگم، با عنوان Why we die when we are alone, suicide, social isolation and the brain. فقط من قبل از اینکه برم استاد خیلی بازم عذرخواهی می‌کنم، یه فیدبک من بدین که الان صدا تصویر و اسکرین رو دارین اوکیه؟ بله بله. بسیاری مرسی. خب اول از همه برای شروعش بذارید فرض کنیم که شما بروکس هستید، یک فرد سالخورده‌ای که 50 سال از عمرتون رو پشت دیوارهای سرد زندان گذروندین، همیشه داشتین یه سری آدمای مشخصی رو میدیدین، یه برنامه غذایی ثابت داشتین و توی فضای محدودی میچرخیدین و حالا به شما میگن که آزاد هستید، میتونید برید وارد دنیای بیرون بشید. خب شما پاتون رو تو دنیای بیرون میذارین و آسمون همون آسمون آبی، درخت‌ها سبزن، صدای پرنده ها رو میشنوین، آدم ها رو میبینین و کلی چیزای قشنگ دیگه، ولی حس میکنید انگار جهان داره تندتر میگذره، انگار که هیچ کسی حواسش به شما نیست، کسی نیست که باش صحبت کنید، حتی چهره آدم ها رو دیگه نمیشناسین و اونجاست که شاید به خودتون بیاید و فکر کنید که شاید این حس تنهایی که دارین در این آزادی از اون بودن پشت دیوارهای بتونی سرد زندان هم سخت‌تر باشه براتون. این تیکه‌ای که من گفتم خدمتتون مربوط به فیلم شاوشنگ ردمپشن بود که احتمالاً خیلیاتون دیدین و یک سکانس خیلی جالبی داشت که همین آقای بروکس بود. برای این گفتم اینو که یه فتح بای بشه به این موضوعی که می‌خوایم امروز در موردش صحبت بکنیم و این قضیه که چرا اصلا این موضوع اهمیت داره. خب چرا واقعا باید به این موضوع بپردازیم، این ارتباطات اجتماعی، و این رو می‌خوایم بهش برسیم که چی میشه که این همه آدم هستن، سالمند، جوون، نوجوون، حتی کودک، خانوم، آقا و همه که پشت اون اصطلاح حصار تنهایی گیر کردن و مشکلات زیادی رو دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و باعث این میشه که انگار که در عین این که توی جمع‌های مختلفی هم هستن، اون حس تنهایی باشه و حتی به اون جایی بتونه این منجر بشه که به اون خودکشی و اقدام به خودکشی برسه. و ما میخوایم امروز بیایم در خصوص همین صحبت کنیم، در رابطه با ارتباطات اجتماعی، مغز و خودکشی. اول از همه من میخوام یه فلش بک بزنم به هزاران سال قبل، اینکه بریم ببینیم با هم دیگه چه اتفاقاتی افتاده. بریم اول ریشه های تکاملیش رو بررسی کنیم و ببینیم که نوادگان ما یا نوادگان خیلی دورتر ما، حتی همین مورچه،
چجوری بودن، چجوری زندگی میکردن و چه ویژگیهایی داشتن. تو همین تصویری که داریم با هم دیگه میبینیم، میبینی که یه دسته زیادی مورچه هستن که میخوان از یه برگی برن بالا و نمیتونن به صورت تکی و گروهی دارن رو هم دیگه سوار میشن این کار انجام میدن. خب قطعا اگر این گروه نبود نمیتونستن به اون برسن، نمیتونستن مواد غذایی برسن و بقاشون تهدید میشد. اگه بیایم یه مقدار حالا نوادگان نزدیکتر به خودمون رو بریم نگاه کنیم، انسان‌های اولیه رو ببینیم، خب همشون گروهی زندگی میکردن، همشون توی اجتماع و توی جمع بودن و اینطوری بود که مثلا با هم میرفتن شکار و این اتفاق و این کمک رو بهشون میکرد که جفتگیریشون تضمین شده بود، شکار و غذاشون تضمین شده بود. اگر که مشکلی براشون پیش میومد یا با قبیله دیگه‌ای درگیر میشدن، نگران نبودن به خاطر اینکه یک تیمی رو داشتن که کنار همدیگه میتونستن مبارزه کنن. و همه اینها دست به دست هم میداد که به بقا برسن. یعنی انگار اون اصل بقا بوده در طول تاریخ که همه ماها استفاده کردیم. و من یه لحظه هم اسکرینم چیز شد، ببخشید. آها الان درست اسکرین رو دارین الان؟ اوکیه؟ بله هستش. آها اوکی خب مرسی. آره داشتم میگفتم و همه اینها خیلی برام اهمیت داره به خاطر اینکه ما میخوایم به بقا برسیم. نه خب در طول تاریخ هم به همیشه به همین شکل بوده. ما موجود اجتماعی بودیم، ما انسان‌ها، و این ارتباطات اجتماعی بوده که بقای ما رو همیشه تضمین کرده. اما یه مسئله که هستش اینه که خب این بقا و ارتباطات اجتماعی ما انگار ریشه در مغزمون داره، ریشه در نورون‌ها و سیناپس‌های ما داره. و به معنای واقعی اون چیزی که ما در علوم اعصاب اجتماعی داریم بهش میپردازیم این هستش که یک مغز منفرد هیچ اهمیتی نداره و هیچ ارزشی اصلا برای بررسی نداره. اون چیزی که مهمه مغزها در شبکه‌ای کنار هم دیگه هستن. همونطور که شما اگه بخواید، نه که ارزش نداره، حالا برداشت چیز نشه، برداشت یک مغز به تنهایی، همونطور هستش که شما مثلا اگه بخواید یک فانکشن مغز رو بررسی بکنید، اون دیتایی که احتمالاً تو ایران از یک فرد میگیرین با اون دیتایی که تو چین و یا تو آمریکا میگیرین خیلی متفاوت هستش. به خاطر اینکه هر کدوم از این افراد در فرهنگ‌های مختلف، در جوامع مختلف و با ارتباطات اجتماعی مختلفی هستن که این ارتباطات قطعا روی طرز تفکر، استانداردهای ذهنی و خیلی از فاکتورهای دیگه موثر هستش. پس به خاطر همین هستش که ما توی علوم اعصاب اجتماعی خیلی برام مهمه که یک مغز رو در ارتباط با دیگران و به صورت یک مغز بزرگتر و یک شبکه واحد در نظر بگیریم. بیایم به این سمت یکم در مورد این صحبت کردیم، در مورد ارتباطات مختلف. احتمالی که هست اینه که خب احتمال که قطعا دیگه همه ماها تو گروه‌های مختلفی عضو هستیم، از به فرض گروهی که با هم دیگه میشینیم یه مقاله رو می‌نویسیم گرفته تا گروه دوستامون تا خیلی از گروه‌های دیگه، حتی مثلا اون گروهی که میتونه در عرض 90 دقیقه باشه. مثلا رفتیم استادیوم داریم فوتبال می‌بینیم، اون چند نفری که دور هم دیگه داریم با هم شعار میدیم و با هم دیگه متحدیم، اون هم یه گروهی هستش که به صورت موقت هست. و همه اینها چیزهایی هستن که ما با تمام وجود میخوایم بهشون تعلق داشته باشیم، هیچ جور نمیخوایم ازشون جدا بشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برام منفعت داره. یعنی مثلا توی گروه ریسرچ شما دارین کار میکنین، منفعت تو اینه که خب اوکی من دارم یه ریسرچی انجام میدم، میخوام کارم پابلیش بشه، پس منطقا باید سعی کنم ارتباطات خوبی رو با تمام اعضای گروه برقرار کنم تا کار پیش بره. توی جمع دوستان داره بهم خوش میگذره، اصلا از نظر ذهنی و روحی رو مثلا مثبتی میذاره، پس باید تمام توانم رو بذارم که این گروه رو حفظ کنم. نمیخوام از این گروه برم، به خاطر این گروه به من حس خوبی میده. حالا بیایم این سمت قضیه رو ببینیم. اینو ببینیم که مثلا از گروه بیایم کنار، طرد بشیم. خب یعنی اکسکلود بشیم از اون گروه. خب این باعث چی میشه؟ این باعث یک حسی در انسان میشه به اسم سوشال پین که شاید شنیده باشین یا بهش میگن درد اجتماعی. و نکته مهم این قضیه این هستش که این سوشال پین دقیقاً همون مناطقی از مغز رو داره تحریک میکنه، یعنی فعال داره میکنه موقع این درد که ما موقع درد فیزیکی داریم. یعنی خیلی جالبه، حتی مثلا ما بریم تو ادبیات و لیترچرمون نگاه کنیم، حالا مثلا تو همین فارسی مثلا چی میگیم؟ یکی شکست عشقی میخوره که اونم یک نوع طرد شدن و قطع ارتباط هستش، چی میگه؟ میگه انگار تیری بود که تو قلبم فرو رفت، یا مثلا یه اتفاقی میفته، یه چیزی میشنم، میگه انگار که یه آب سردی ریخته شد رو پیکرم. اینا واقعا فقط حرف نیست، یعنی برمیگرده به اینجا که خیلی از اینا رو انگار ما مثل درد فیزیکی حس میکنیم. یعنی مثلا طرد شدن از یه گروه دوستانی که خیلی دوست داشتیم عضوشون باشیم، همون قدری ما رو ناراحت میکنه، همون قدری ما رو آزرده خاطر میکنه که انگار که مثلا به فرض با چاقو زدی عضله من اصلا پاره کردی، همون حسو داره. و اینو قطعا هر کدوم به شکل‌های مختلفش تجربه کردیم دیگه. مثلا یه سفری بوده
ما رو پیچوندن به ما نگفتن، یه مهمونی بوده به ما خبر ندادن و قطعا خیلی جای مشابه بوده که خیلی حالمون بد شده، یه ذره حالمون گرفته شده و دقیقاً همون جاهایی از مغز داره تحریک میشه که تو درد فیزیکی هست. مثل چی مهمتریناش خب دورسال آنتریور سینگولت کورتکس هست که تو این تصویری که اینجا می‌بینیم اون مدیال ویو قرمز رنگ شده و این نکته دیگه هم آنتریور اینسولا هستش که تو این تصویر سمت راست لترال ویو اون قرمز رنگ رو داریم با هم دیگه می‌بینیم که آنتریور اینسولا است. این دو تا از مهمتریناش. اما نواحی خیلی مهم دیگه هم هست مثل آمیگدال، مثل پی آکویداکتال گری هستش که اینا همین نواحی هستش که توی ادراک درک فیزیکی ما موثر است، ولی همونجوری داره تحریک میشه که مثلا ما توی یه درد احساسی و اینجوری داریم تجربهش میکنیم. خب سردمداران این قضیه سوشال پین هم همین آیزنبرگر و لیبرمن هستن که واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام دادن. آیزنبرگر و لیبرمن هستن که کار فوق‌العاده‌ای انجام دادن. این پایین مثلا من توضیحی که دارم میدم عمدش از پیپرای این دو فرد هستش که سال 2003 و 2004 کار کردن. تقریبا اصلا مفهوم سوشال پین رو این دو نفر تقریبا اومدن خیلی باب کردن و یه مثلا آزمایش معروفی داشتن، آزمایش سایبربالشون اگر شنیده باشین، که می اومدن مثلا توی بازی بود، حینش می اومدن ثبت مغزی میگرفتن با اف ام آر آی ببینن که چه اتفاقی داره میفته و جالب بود میدیدن که فردی که مثلا داره یه بازی آنلاین انجام میده و بهش میگفتن مثلا داری با یه نفر دیگه بازی میکنی، دقیقاً موقعی که شکست میخورد همین حالت سوشال پین توش ایجاد میشد و نواحی خاص، مهمترین نواحی که تعریف شد توی آزمایش 2003 2004 این دو نفر همین دورسال آنتریور سینگولت کورتکس و آنتریور اینسولا بود که اونجا این فرضیه شکل گرفت که آره دقیقاً این سوشال پین همون جاهایی داره تولیدش میکنه که فیزیکال پین رو داره ایجاد میکنه. و بحثی که هست اینه که خب این قضیه سوشال پینی که وجود داره این فقط یه حس بد نیست. خب این صرف این نیستش که بگی خب الان ذره مودم پایینه برم چیکار کنم، برم مثلا یه غذای خوشمزه چرب بخورم، برم مثلا یه چیز شیرین بخورم حالم خوب بشه، یا مثلا برم یه فیلم ببینم با دوستان، برم بیرون حالم خوب بشه. نه، این یه چیز مهمه. دقیقاً میدونید این میمونه که مثلا شما وقتی که سوشال پین داره تو شما ایجاد میشه و اینو به معنای واقعی دایورتش میکنید، عین این میمونه که مثلا دارین با ماشینتون رانندگی میکنید، چراغچه که ماشین داره روشن میشه و خب یه راه اینه که خب آره صدای موزیک رو یه ذره میبرم بالاتر، صداشو نمیشنوم با خیلی رادیو، مثلا ماشینتون داره یه صدایی میده، صدای موزیک رو میبرم بالا که نشنوم، اوکی. ولی این نهایتش منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که مثلا اون ماشین که شما میتونید یه خرج ان تومانی بکنی برای تعمیرش، الان مجبوری یه خرج 100 ان تومانی بکنی. موتورش که اومد پایین خاص خرجش کنی، اون زمان تازه شما متوجه میشی که چه اتفاقی افتاده و کار از کار گذشته. این سوشال پین ما هم یه همچین چیزی هستش. این انگار یه آلارمیه که در طول تکامل ایجاد شده که به ما بفهمونه الان اوضاع خوب نیست، ما نیاز داریم بریم یه سری ارتباطات اجتماعی ایجاد کنیم، نیازی که بریم وارد یک سری گروه‌های مختلف بشیم، نیاز داریم که همرنگ بشیم با آرمان‌های یک گروه. این برام خیلی مهمه. اصلا نیاز داریم که بریم وارد یک رابطه عاطفی بشیم. اینا خیلی چیز مهمی است و در طی تکامل شکل گرفته و بی‌توجهی بهش قطعاً میتونه عوارض خیلی سنگین‌تری رو هم در آینده داشته باشه. چیزی که میخوام بگم این با این جمله اول هستش که loneliness doesn't just feel painful, it hijacks the brain's emotion regulation systems and mimics physical and social pain. و همون چیزی که الان در مورد صحبت کردیم. حالا من داشتم میگم سوشال پین، الان یکی میگه خب لونلینس رو چی چسبوندی بهش. داستان همینه که اول از همه با این تیتر چهارم شروع میکنم که loneliness feels like social pain. دقیقاً توی سری کاری که انجام شده، حالا پایینم رفرنساشو دادم که بیشتر توی سیستماتیک ریویو که من کار مشابه رو بررسی کردم، دقیقاً به همین رسیدن که انگار که اون حس تنهایی هم یک گونه‌ای از سوشال پینه، به خاطر اینکه توی مطالعاتی که داشتن دیدن افرادی که ایزولهشون میکنن توی یه جا، حالا توی مدل‌های حیوانی یا چه تو مدل‌های انسانی، یا افرادی که اصلا به صورت سابجکتیو میان میگن که من تنها هم احساس تنهایی میکنم، باز تو بررسی اف ام آر دیدن اوکی باز دوباره داره همون دورسولاترال پریفرونتال کورتکس یا آنتر اینسولا داره تحریک میشه، باز همونجاست آمیگداله داره یه مقدار فعال میشه، اون پی ای جی داره یه مقدار فعال میشه و انگار یه نوعی از همون سوشال پینه، آلارم مشابهه. برو دنبال گروه بگرد، برو دنبال چه میدونم یه هم جفت بگرد، برو دنبال یک فردی که به یه پارتنر بگرد. خب اینا همش هست. خب و انگار که این حس مشابه، چون دقیقاً مکانیزم‌های مغزی که داره اینجا شکل میگیره مشابه هستش. حالا تو موردهای انیمالی که انجام داده بودن به طور خاص روی آیزولیشن و تنهایی، خیلی جالب دیدن که وقتی که مثلا رو رت میان کار میکنن، اینا رو میان ایزولهشون میکنن
توی گروه مختلف توی مثلا فضای تک نفره میندازنشون. خیلی جالبه دیدن که این هم روی نور ترانسمیتراشون اثر میذاره، هم روی سنسیتیویتی رسپتورهای مغزیشون و هم روی تعدادشون، یعنی حتی بیان غشایی رسپتورهاشون هم تغییر کرده بعد از یه مدت که ایزوله بودن، تنها بودن. و این داره نشون میده چقدر میتونه روی ساختار به مرور زمان و مزمن شدن این تنهایی تاثیر بذاره. و نکته که مثلا تو مطالعات انسانیش هم همینه، یعنی گفتن که آقا این تنهایی و لونلینسه این هم با چیز در ارتباطه، هم با مکانیزم‌های ساختاری و هم عملکردی. یعنی اومدن دیدن در خیلی از مناطق مغزی هم داره اون جسم خاکستری کمتر میشه، ارتباطات جسم سفید داره کمتر میشه، و از اون طرف کانکتیویتی اینها هم، یعنی وقتی که دارن یه تسکی رو انجام میدن مثلا توی FMRI، فعالیت اونجا و فعال شدن و اکتیو کردن جای دیگه، حتی ترکت هایی که داره با نواحی مختلف درست میکنه، اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره. الان من خیلی از نواحیش هم اینجا براتون نوشتم، حالا چندشو گفتم. یه دونه مثلا DLPFC بودش که اونجا نوشتم، اینسولا هستش، اون آنتریور سینگولت، خصوصا دورسو لاترال آنتریور سینگولت کورتکس بود، ببخشید دورسال آنتریور سینگولت کورتکس بود. DMPFC هستش اونور، ونترال استریاتوم هست، چند تا نواحیش سالا الان جلوتر بهتون میگم، آمیگدال خصوصا، حتی هیپوکامپ، خیلی از نواحی مختلفی هستش که اینا همه تو مطالعات مختلف دیدن که داره تحت تاثیر قرار میگیره در طی ایزوله شدن و تنهایی. یه مثلا خیلی جالبی ترش اینه که حتی سیستم بینایی که توی لوب اکسیپیتال هست، دیدن هم پرایمری هم سکندری ویژوال کورتکس هم به مرور زمان توی پارامترهای مختلف داره تغییر میکنه، هم از بابت ساختارش، هم از بابت اکتیو شدنش، از بابت حتی خون رسانیش توی تسک‌های مختلف. و حتی جالب اومدن این بررسی کردن، دیدن که وقتی مثلا یه سری سوشال کیو نشون میدن، یه سری چهره نشون میدن، هر چیزی که یه سوشال کیو بخوایم حساب کنیم نشون میدن، عملکرد ویژوال سیستم متفاوت شده، که این یه ذره ما رو میبره به اون سمت تئوری هایپر ویجیلنس کاچیوپو که دقیقاً داره رو همین صحبت میکنه. حالا اونو جلوتر در موردش صحبت میکنیم، ولی به طور کلی کاچیوپو تو این نظریه هایپر ویجیلنسش میاد میگه که تنهایی و اون ایزوله شدن باعث این میشه که فرد به استیمولوس ها انگار یه مقدار هایپر اکتیو تر و بیشتر واکنش نشون بده. یعنی حتی یه استیمولوس نوتر هم پیدا میکنه که هیچ خطری براش نداره، به شدت ارزیابیش میکنه، حتی اون رو خیلی وقتا عامل خطر در نظر میگیره. و اینم خیلی چیز جالبی بود. یه سری مطالعاتی انجام شده مثلا با fMRI اومدن دیدن که یه مطالعه خیلی بامزه‌ای بود، دیدن که دو تا گروه اینا درست کردن. یه گروهش رو 10 ساعت اینا رو از ارتباطات اجتماعی ایزوله کردن، یه گروه هم 10 ساعتشون غذا ندادن، فاستینگ بود. اومدن بررسی کردن، دیدن که بعد از این 10 ساعت اتفاقی که میفته توی هر دوی این دو گروه نواحی سابستانشال نایگرا و VTA دارن خیلی فعال میشن. گفتن که خب پس احتمالاً، یعنی حالا خیلی مطالعه دقیق تری بود، ولی به طور کلیش این بوده که اینجا انگار اون آلارمر داره میگه که برو دنبال غذا، برو دنبال ارتباطات اجتماعیت بگرد، و انگار همونقدر نیاز ضروری هستش برای بدن. و همونجوری که گفتم واقعا این ارتباط اجتماعی برای مغز ما واقعا یک لاکچری نیست، یک جنس مثلا ویژه نیستش که بگیم مثلا بگیریم بهتره، مثلا تو جمع گروه باشیم بهتره، یک نیاز اساسی هستش مثل آب، غذا، هوا. و جالب بود توی اون بررسی که انجام دادن دیدن که به این شکل هستش، و دیدن تو آدمای تنها هم، این برای FMRI مطالعه FMRI است، توی آدم‌های تنها هم این فعالیت VTA و سابستانشال نگرا کمتره. یعنی انگار اینا به مرور زمان این سیستم دیگه اونقدر آلارم نمیده که برو دنبال ارتباطات اجتماعی بگرد، چون دیگه انگار مزمن شده واسش. یا مثلا در رابطه با همون تئوری کاچیوپو هایپر ویجیلنس که گفته بود، یه بررسی EEG انجام شده بود، دیده بودن که افرادی که مدت‌ها تنها بودن یا حتی به طور سابجکتیو احساس تنهایی میکنن، تو این افراد به اصطلاح خیلی سریعتر و بیشتر ایجاد میشه اون ERP که وجود داره برای در واکنش به استیمولوس های خطرناک، که بازم به خاطر هایپر ویجیلنسی هستش که تو این افراد داره ایجاد میشه. خب همه اینا رو گفتیم. مسئله اینه که اینا همه مزمن شدنشون از اون تغییر در نورترانسمیترها، رسپتورها، ارتباطات مغزی، ساختار، فانکشن
و همه اینا به اینجا میرسه که اینا بعد مزمن شدنشون قاعدتا روی سری مکانیزم‌های مغزی اثر میذاره، میتونه روی اکزیکیوتیو فانکشن اثر بذاره و حتی میتونه باعث یه سری اختلالات بشه، میتونه، چون بالاخره از طریق خیلی از این مکانیزم‌ها داره ایموشن ریگولیشن به هم میریزه و میتونه به این سمت منجر بشه که یه سری اختلالات مختلف مثل تحریک پذیری، مثل اضطراب، مثل MDD و خیلی های دیگه خیلی سریعتر در فرد ایجاد بشه و از اون طرف با یک مکانیزم‌های خیلی پیچیده‌تری هم بخواد بره به اون سمت. اما یه بحثی که داریم در خصوص نوروبیولوژیش هست، یعنی ما الان یه مقدار ما رو صحبت کردیم، بیایم ببینیم این لونلینسه توش چه اتفاقی میفته که آخر بخوایم در مورد سویساید صحبت بکنیم. یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که گفتم بهتون تو بررسی که انجام شده دیدن که این لونلینس به صورت سابجکتیو تاثیرش بسیار بسیار بیشتر هست تا به صورت اینکه ابجکتیو باشه. یعنی مثلا ابجکتیو منظورم که طرف مثلا در واقع دوست کمی داره، یعنی یه وقت از شما یکی رو می‌بینی یه عضو مثلا 10 تا اکیپ مختلف رفاقتی هست، دوستای مختلف، بعد این که یه لشکر دوست داره، خانواده هست اینا، ولی خیلی آدم تنهایی، احساس تنها میکنه، احساس تنهایی میکنه. دیدن این آدم بیشتر این اثرات لولینس روش تاثیر میذاره تا یه آدمی هست مثلا یه دونه دوست داره ولی از زندگیش راضیه، خیلی احساس تنهایی نمیکنه. یکی از اولین مکانیزمی که هستش اون HPA axis hyperactivationش هست. این HPA axis تو خیلی از عواطف و هیجانات مختلف موثر هستش و این لونلینس هم از این قاعده مستثنا نیست. این چجوریه؟ مثلا از اون هیپوتالاموسی که هستش، اون CRH یا کورتیکوتروپین ریلیزینگ هورمون میاد به سمت بخش قدامی هیپوفیز، بعد باز دوباره از اونجا آدرنوکورتیکوتروپیک هورمون ترشح میشه، میاد به سمت آدرنال، میاد تو آدرنال و از اونجا کورتیزول ترشح میشه. حالا این کورتیزول میره توی خون میچرخه، باعث انتا، یعنی به اصطلاح آبشاری از اتفاقات مختلف میشه. این از طریق جریان خون میرسه به مغز، روی پریفرونتال اثر میذاره، قطعا روی نوروترانسمیترها اثر میذاره در مغز، توی بدن روی مکانیزم‌های التهابی اثر میذاره، خواب رو میتونه مختل کنه، اشتها رو میتونه مختل کنه و علائم شبیه به انهدونیا در فرد ایجاد بکنه و خیلی از مکانیزم‌های دیگر رو این کورتیزول داره به مرور زمان مختلش میکنه و انگار که یه جوری میره به اون سمت که مثلا اون هایپر ویجیلنس هم رو هم بیشتر بکنه. حالا خود این HPA ارتباط داره با اصلا سیستم اتونومیکمون، اتونومیک نرو سیستممون، خیلی مؤثر روش و این ارتباطات دو جانبی که بین اینا هست خیلی مهمه، چون یه بالانسی انگار ما داریم بین سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک که این میتونه خیلی از فاکتورهای مختلف نوروبیولوژیک ما رو تنظیم کنه، از ضربان قلبمون گرفته تا سایز مردمک تا فعالیت غدد عرق روی پوست و خیلی از مکانیزم‌های دیگه. اینا همه رو دارم به خاطر این میگم که تک تک این المان‌ها توی کوچکترین تصمیمی که ما می‌خوایم بگیریم مهم هستش. یعنی ما به صورت ناخودآگاه دائما داریم انگار یه سری اینپوت میگیریم از چیزهای مختلف بدن که خودمون بهش آگاه نیستیم، از ضربان قلبمون گرفته، از فشار خون گرفته، از غدد عرق سطح پوستمون گرفته، همه برای کوچکترین تصمیمی که ما میگیریم و کوچکترین ادراکی که از یک مسئله داریم موثره. من به خاطر این دارم میگم که این عدم بالانس سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک هم میتونه در اصل منجر بشه به یک سری اتفاقات فیزیکی در بدن ما که در نهایت میتونه رویکرد یعنی تاثیرات شناختی خودش رو بذاره. یه بحث دیگه اینه که اون کورتیزول رو به همین سیستم اچ پی اکسیس روی التهاب هم موثره، حتی اون سیستم اتونوم هم روش موثره و دیدن که خب خیلی فاکتورهای التهابی مثل اینترلوکین 6، تی ان اف آلفا و سی آر پی توی این افراد تنها بسیار بالاتر هستش. حتی مطالعه جالبی بود میگفتش که توی افراد سالمند دیدن که اینترلوکین 6 که یکی از فاکتورهای التهابیه بالا همیشه، با اینکه مثلا شما خیلی از سالمندان رو میتونی بررسی کنی که هیچ بیماری ندارن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی اینترلوکین 6 توش بالاه، که یکی از دلایلش اینه که خب افراد سالمند به خاطر اون احساس تنهایی که دارن و به خاطر اینکه کمتر حمایت اجتماعی دارن، یکی از دلایلش به خاطر همینه. حالا یه تناقضی هم که اینجا وجود داره که اون کورتیزوله عمدتاً باید سیستم ایمنی رو سرکوب کنه. حالا چجوریه اینا؟ چرا داره سیستم ایمنیشون فاکتورهای التهابیشون بیشتر میشه؟ که یکی از دلایلش باز برمیگرده به این قضیه که به قدری این قضیه مزمن شده که این رسپتورها اصلا حساسیت خودشون رو از دست دادن و این منجر میشه به این که در نهایت این فاکتورهای التهابی بیشتر بشن. حتی مثلا یک سری فاز سوشال ژنومیکس داریم ما اینجا که به مرور زمان این اتفاقات روی بیان ژن‌های مختلف اثر میذاره. حتی مثلا توی سیستم ایمنی داستانش به این شکله که
به مرور زمان ژن‌هایی که فاکتورهای التهابی رو تولید میکنن بیشتر اکتیو میشن و ژن‌هایی که مبارزه، یعنی به صورت آنتی وایرال هستن، با ویروس‌ها مبارزه میکنن، کمتر فعال میشن. این یک سیستم تکاملیه که داخل افراد فعالتر میشه و این التهاب هم خودش یه سری مکانیزم ایجاد میاره. خب همه اینها رو من گفتم خدمتتون، مثل اسلاید قبلی. وقتی تک تک این المانا به مشکل میخوره، سیستم اتونومیک به مشکل میخوره، اچ پی اکسیس به مشکل میخوره، پارت های مختلف مغزی به مشکل میخوره، همه اینها میان روی عملکردهای کاگنیتیو هایتر مثلا تاثیر، روی های فانکشن های ما اثر میذاره. به این سمت میره که کاگنیتیو کنترل با اختلال مواجه بشه، اینهیبیشن با اختلال مواجه بشه و همه اینا میتونه باعث این بشه که یک تصمیم غلط در یک جایی بگیره. حتی مثلا باعث این میشه که اون سویسایدال ایدییشن بیاد سراغ فرد بدون اینکه برآیند دقیق ازش داشته باشه. اینکه مثلا اگر من بخوام اقدام کنم به خودکشی، این چه اتفاقی برام میفته، یا مثلا نزدیکانم چه چیزایی بهش فکر میکنن. احتمالا شاید شده باشه دیگه، نه که به خودکشی فکر کرده باشیم، ولی یه بار مثلا شاید گوشه ذهن هممون بوده یه بار که اگر مثلا من اینجوری بشم، وای مثلا مامانم چیکار میکنه، بابام چیکار میکنه، نمیدونم فلانی چیکار میکنه. و همه اینا رو ما داریم بهش فکر میکنیم. شما فرض کنید اگر خیلی از این مکانیزم مختل بشه، خب قاعدتا شما این عامل‌های بازدارنده‌ای که تو ذهنتون هست برای اینکه یک تصمیم خطرناک و یک تصمیم پرخطر رو بگیرین نمیری سمتش، ولی اگر اینا مختل بشه بدون اینکه بخواید ارزیابی دقیق داشته باشید میرید به اون سمت. و اینا همه فاکتور هستش که بسیار موثر هستش برای اون سویسایدال ایدییشن. من پارت آخر صحبتامو میخوام در خصوص یک مثال خیلی مهم صحبت کنم که هممون تجربهش کردیم، یه جوری هممون سختیشو کشیدیم. زمان کووید بود که خواسته و ناخواسته اگر ما ارتباطات اجتماعی داشتیم و نداشتیم همش قطع شد. توی فضای پر استرس بودیم و نمیتونستیم دوستامون رو ببینیم، نمیتونستیم همکارامون رو ببینیم، نمیتونستیم خیلی دیگر ببینیم و تو اون فضا گیر کرده بودیم. و دقیقاً این در اصل کووید یه مثال خیلی جالب بود برای همین موضوع تنهایی. شما اینو تصور کنید که توی فضایی بودیم، یک ویروسی اومده بود، همه نگران بودیم این ویروس آقا کی تموم میشه، واکسنش کی میاد، کی جمع میشه، کی میتونم برم به زندگی عادیم برسم. خیلی زیر فشار اقتصادی بودن، کار نمیتونست بکنه، من اجاره خونه‌مو چطور بدم، هزینه فلان چطور بدم. حالا اینا همه رو بذار کنار، اینکه مثلا یکی از اعضای خانوادهشون مریض میشد، استرس اینه نکنه چیزیش بشه، بره بیمارستان، میخواد چیکار کنیم، فلان بشه، بقیه نگیرن، بچه کوچیک تو خانواده داریم نگیره. همه اینا هست. حالا شما این همه فشار و استرس رو در نظر بگیر، کنارش این سوشال آیزولیشن، این تنهایی هم اضافه کن، بذار کنارش، ببین که چقدر مشکلات عظیم‌تر میشه. و همه اینا مشکلاتی که این دیسکانکشنه و این قطع ارتباطه به شدت چند برابر شد تو اون بازه. یه مطالعه این آقای آلن انجام داده سال 2021، اومده بررسی کرده رو علل مختلفی که روی اون به اصطلاح اقدام و اتمپتای به خودکشی تو زمان کووید بوده بررسی کرده و دیگه که 3 عامل اصلی تو اون زمان وجود داشته. یک، اضطراب بوده. 2، اون به اصطلاح چیز بوده، یعنی یه دونه استراب بوده، یه دونه اون حالت تنهایی بوده و یه دونه عدم قطعیت بوده. گفته این 3 فاکتور مهمترین فاکتورهایی بوده که مردم، حالا اونایی که با مشکلات منتال مواجه شدن، این 3 تا بیشترین شکایتاشون بوده. بعد اونایی که خودکشی کردن هم همین مشکلات رو داشتن. پس شد تنهایی، استراب و عدم قطعیت. و جالبش این بوده اومدن یه مداخله که بعدن انجام دادن، دیدن که تو این افراد استرابشون رو که کاهش دادن و حالا یه مقدار شرایط چیز شده، عدم قطعیت هم یه مقدار حداقل روشن‌تر شد توی سیر اون زمانی که قرنطینای کووید بود، دیدن باز که تنهایی برطرف نشده، همچنان این عامل وجود داره و همچنان اختلالات منتال و اقدام به خودکشی خیلی کم نشه و دیدن که شاید مهمترین فاکتورش همین ایزوله شدن و تنهایی هستش. یه مطالعه مشابهی هم تو ایران انجام شده سال 2025. آقای پورادلی اومده بررسی کرده، توی کرمان اومده بررسی کرده و اومدن دیدن که من 2-3 دقیقه دیگه تمام می‌کنم مرسی. و اومدن دیدن که توی کرمان اومدن بررسی کردن قبل از شروع کووید یه سیری داشته، هر ماه 9% سویساید اتمپت رو به کاهش بوده و دقیقاً از زمانی که کووید شروع میشه 4.5% همون اول رشد میکنه و بعد ماهیانه 1.8% این داشته رشد میکرده. توی کرمان اومده بررسی کرده و دیده خب گروهایی هم که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن خانم‌های خانه‌دار بودن، جوانان سن 18 تا 35 سال و افراد با سواد پایین بودن.
و این یه بررسی مهم بود که تو کرمان انجام شده بود و دیدی که چقدر این ایزولیشن میتونه تاثیر بذاره. خب من صحبتم تموم شد، فقط چند تا نکته رو به عنوان تیک هوم مسیج من بگم که تمامش کنم. ما با این شروع کردیم که این در طی تکامل ارتباطات اجتماعی برای ما فاکتور بسیار بسیار مهمی بوده، چون عامل بقا بوده و خیلی مهم هستش. سوشال پین یه جوری مثل چراغچه که مغز ما داره عمل میکنه که اگر مشکلی باشه ما میگه اوکی برو دنبال ارتباطات اجتماعی بگرد، برو اینو باید درستش کنی، اینو باید فلان کنی. برای اینکه بخوایم درستش کنیم، چون نکنیم آسیب میبینیم. تنهایی با هم دیگه صحبت کردیم، آبشاری از اتفاقات مختلف رو در مغز ما داره ایجاد میکنه، از ساختارهای مغزی گرفته تا ساختارهای بیولوژیکی، هورمونی و همه میتونه منجر به این بشه که تاثیرات منفی بذاره. و این طولانی شدن این ارتباطات هم انگار داره مغز ما رو ریوایر میکنه، داره اصلا تغییر میده ساختار مغز رو و این بسیار بسیار خطرناک میتونه باشه برای مغز ما. و همونطور که داخل اون داستان هایپر ویجیلنس گفتم، فرد استیمولوس ها رو همیشه خطرناک در نظر میگیره، منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که انگار دوری کنه از ارتباطات اجتماعی، میترسه، چون میترسه آسیب ببینه. دورتر شدن از ارتباطات اجتماعی چه اتفاقی میفته؟ باعث این میشه که هایپر ویجیلنس این فرد تشدید بشه و دوباره اون علائمش ایجاد بشه. انگار که این وسط یه ویش سایکلی داره اتفاق میفته که هی بدتر و بدتر میشه. کووید 19 رو با هم دیگه بررسی کردیم به عنوان یک مثال خیلی مهم در مقیاس جهانی که با هم دیگه دیدیم. و در نهایت میخوایم به اینجا برسیم که ما اگر یک جامعه‌ای داشته باشیم که ارتباطات اجتماعیمون قوی باشه، در سطح خانواده، در سطح گروه، در سطح اداری و حتی در سطح کشور، قطعا میتونه اتفاقات خیلی بزرگتری رو رقم بزنه و میتونه از خیلی مشکلات، اختلالات جلوگیری بکنه. و آخرش ما با این جمله تمام کنم که این connection is not just how we survive, it's how we become fully human. یعنی این رو نباید به عنوان مثلا بقا هم فقط نگاه کنیم، به اینکه ما میخوایم یک انسان کامل بشیم با این روابط اجتماعیمون. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. من با تاخیر اومدم ولی فکر کنم از تایمی که شروع کردم اون نیم ساعت شد، عذرخواهی می‌کنم مقدار طولانی شد. این همراه ارتباطی هست، آدرس مدرسه علوم اعصاب اجتماعی هست. اگر خواستین ارتباط بگیریم با ما توی سایت میتونین و راه ارتباطی هم هست، ایمیل خود بنده هم هست. فرصت نشه اینجا صحبت کنیم، هر سوالی باشه من در خدمتتون هستم و مرسی از همگی. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.